سلام علیکم دوستان عزیز، خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوی آموزشی ما. آیا می خواهید جریان سولرتان را دو برابر کنید؟ آیا می خواهید ولتاژ سولرتان مناسب برای چارج کردن باتری تان باشد؟ برای چارج کردن بطری ولتاژ مهم است یا جریان؟ چرا ما به جریان بالاتر نیاز داریم؟ جواب این همه سوالات شما در این ویدیو است. پس لطفاً تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. خب دوستان عزیز، در تصویر میبینید یک نمونه سولر پولیکریستال داریم. 315 وات است، 72 سلول دارد. ولتاژ سرکت باز از 45 ولت است. جریان شارت سرکت از 9.5 آمپر است. و این سولر میخواهیم به یک سولر 315 وات 36 سلوله و ولتاژ سرکت بازی 22.5 ولت و جریان شارت سرکت 17.94 آمپر تبدیل کنیم. پس بریم به طرف ویدیو. خب دوستا، اول با مولتیمتر ولتاژ سرکت باز چک میکنیم. در درجه حرارت 47 درجه سانتیگراد مایع 44 ولت ولتاژ سرکت باز از سولر است و جریان شارت سرکت از 9.51 آمپر است. و این سولر قبل از دو برابر کردن جریان تست کردیم با سولر پنل مولتیمتر 305 وات و ولتاژ ماکسیمم از 35.35 ولت و جریان ماکسیمم از 8.63 آمپر و ولتاژ سرکت باز از بود 45.22 ولت. این پارامترها قبل از دو برابر کردن جریان است. و این هم نمونه سولر است، یک سولر پولیکریستال کمپانی LDK 315 وات و 3 بسبار داره و دارای 72 سلول است که قبلا هم چک کردیم. ولتاژش 45 ولت بود، آمپرش هم 9.5 آمپر و میریم دیاگرام شماتیک از را میبینیم. خب دوستای عزیز، طوری که در نمودار شماتیک دیده می شود یک سولر 72 سلوله است که تمام سلولازی با هم مسلسل است و دارای 3 دانه دایود بایپاس است و ما این را می خواهیم به یک سولر 315 وات و 72 سلوله دو تقسیم می کنیم. 36 سلول یک طرف، 36 سلول طرف دیگه و یا را با هم پس دوباره موازی می کنیم. میریم به طرف خود سولر. این سولر دارای 6 ردیف بوده که در هر ردیف از 12 دانه سلول داره. ما 3 ردیف یک قسمت میگیریم، 3 ردیف قسمت دیگه میگیریم که از وسط از در پایان سولر یک بسبار داره. او را ما باید قطع کنیم. این بسبار قطع میکنیم، دو طرف سلول با هم موازی میکنیم دوباره. و در اینجا در تصویرم برایتان نشان دادیم جایی که تیک مارک سرخ خورده، یعنی بسبار ما قطع میکنیم. و این هم سولر 315 وات کمپانی جانکو است. این را می خواهیم جریانش دو برابر کنیم و ولتاژش تقسیم دو کنیم، یعنی پایین بیاریم ولتاژش. برای این کار به یک دانه موکدبر تیز نیاز داریم که بتانیم شد عقبه شیشه سولر ببریم و به خود بسبار دسترسی پیدا کنیم. برای این کار از پیشروی سولر یک چراغ قوی را میمانیم تا بسبار بر ما نمایش داده شود و متوجه باشیم که به شیشه خود سولر ضربه وارد نکنیم و این کار توسط متخصصین این بخش باید انجام شود. خب بعد از انجام قطع کردن بسبار پایین سولر میایم به جنبکس خود سولر، جایی که لینای سولر با هم جوینت شده. در این قسمت 3 دانه دایود بایپاس داریم، سمارت دایود است. یا را ارتباطشان با هم قطع میکنیم از یک سلول با سلول دیگه و این هم قسمت بسبار است، بسبار سولر است پایین که قطع کردیم. در اینجا 3 دانه دایود بایپاس داریم، ارتباط از یا را با هم قطع میکنیم که برای هر 24 دانه سلول یک دانه سمارت دایود داریم که تقریبا 72 سلول است. 3 دانه دایود بایپاس است. ارتباط از یا را یکی با یکی دیگر قطع میکنیم. اگر قطع نکنیم سیستم ما نتیجه نمیده. حالا میریم به طرف وایرینگ سولر. چطور وایرینگ کنیم؟
لین سرخ مثبت، لین آبی منفی و ای را میاریم در جن بکس وصل میکنیم. مثبت در مثبت، منفی را در منفی. سرخ مثبت بود، آبی منفی. و ارتباط دایدای بایپاس را یکی با یکی دیگر قطع کردیم. و حالا لینای مثبت و منفی را از پایین در بسبار که وصل کرده بودیم در اینجا لیمش میکنیم. از نتیجه لیمکاریتان مطمئن شوید که درست لیم کرده باشین. و یک بار کار خود میبینیم. لینای مثبت در مثبت بسبار وصل شده و منفی لین آبی که است در جای منفی جن بکس وصل شده. و در پایین سولار جایی که بسپار خطا کردیم اونجا چسب 1-2-3 یا سرش بزنیم که آب نفوذ نکند. میریم به تست سولار. با مولتیمتر چک میکنیم 17.9 آمپیر، در حدود 17.9 آمپیر جریان ما شد و ولتاژ ما 22.35 ولت شد. و حال با سولار پنل مولتیمتر چک میکنیم. همون سولار است 301 وات خروجی میته بر ما. 17.49 ولت است ولتاژ ماکسیمم ما و جریان ماکسیمم ما 17.25 آمپیر و ولتاژ سرکت باز ما 22.54 ولت شد. این بود نتیجه کار ما که یک سولار پنل 315 وات ما جریانش 2 برابر کردیم، ولتاژش پایین آوردیم. چرا به این کار ما نیاز داریم؟ چون برای چارج کردن یک بطری 12 ولت ما نیاز به 18 ولت 17 ولت داریم که یک بطری را بر ما چارج کند. چون آمپیر بر ما مهم است برای چارج کردن یک بطری، نه ولتاژ. ولتاژ هر قدر که زیاد باشه اگر به چارج کنترلر بسته کنیم ولتاژ اضافی را در تلفات میگیره. پس ما باید ولتاژ کمی بالاتر از ولتاژ باتری انتخاب کنیم که 17 ولت برای چارج کردن بطری کفایت میکند. و اگر ما چارج کنترلر MPPT داشته باشیم باز نیاز به 2 برابر کردن جریان نیست. ولی در چارج کنترلر PWM نیاز داریم که ولتاژ را پایین بیاریم و جریان را بالا ببریم که با این کار میتونیم ولتاژ پایین بیاریم و جریان بالا ببریم. این بود از ویدیوی 2 برابر کردن جریان ما. تا ویدیوی بعدی شما را به خداوندی بیامتا می سپارم. اگر سوال پیش آمده باشه میتونید زیر این ویدیو کامنت